سلام خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم که حال دل همه شما خوب و خوشحالی باشن. خیلی خوش آمدین به یک از جلسات دیگه آموزش صفر تا صد بازارهای مالی. امیدوار هستم که تا آخر جلسه مرا به شکل عالی و فوق‌العاده همراهی بکنید. خب دوستان عزیز، این جلسه ما جلسه سوم از بخش اول هست و امیدوار هستم که دو تا جلسه قبلی را مطالعه کرده باشین و موضوعات رویشون مسطح شده باشه. خب دوستان عزیز، آمدیم در دو تا جلسه قبلی بازارهای مالی رو تعریف کردیم، انواع بازارهای مالی رو فهمیدیم، ترید و تریدر گفر همه رو فهمیدیم و در این ویدیو و در این جلسه قرار است که ما شما روی یک از بازارهای که قرار است در آینده روی اینا معامله بکنیم با هم صحبت داشته باشیم. احتمال داره روی بازار بحث در این بازار 3 تا 4 تا جلسه را در بر بگیره و امیدوار هستم که تا این 3 جلسه تمرکز خلالی و فوق‌العاده داشته باشیم تا بتونیم این بازار را از لحاظ مفهومی و محتوایی به شکل اساسی و دقیق و عمیقاً درک بکنیم تا باگ‌های معاملاتی ما شما در آینده برطرف شود. خب دوستان عزیز، در جلسه قبلی ما گفتیم که قرار است که ما شما بیشترین دوره معامله‌گری خود را روی 3 بازار بگذرانیم. بازار فارکس بودن، بازار سهام بودن و بازار استاک بودن و چون اکثریت ما و شما آشنایی ما و شما با بازار ارزهای دیجیتال هست یا بازار کریپتوکارنسی هست و همه ما و شما برای بار اولی که بخوایم می‌خوایم وارد بازار مالی شیم بر اساس ارزهای دیجیتال هست. پس به همون لحاظ هست که ما می‌خوایم که شروع آموزش صفر تا صد بازارهای مالی را از ارزهای دیجیتال شروع بکنم و امیدوار هستم که آموزش کریپتوکارنسی یا ارزهای دیجیتال را به شکل محتوا به شکل درست و اساسی یاد بگیرید. خب دوستان عزیز، بازم برایتان تذکر میدم که موضوعاتی که قرار است در سلاید ها یا در ویدیوها برای شما تدریس میشه برایتان اصلا کافی نبوده و کافی نیست. اگر میخواهید که در این مسیر موفق باشین، اگر میخواهید در این مسیر حرفی برای گفتن داشته باشین، پس از شما صمیمانه تقاضا میکنم، خواهش میکنم که مطالعات بیشتر و فراتر از سلایت های ما داشته باشین تا روی موضوعات یا روی بازار مذکور تسلط کامل پیدا بکنید. خب دوستان عزیز، یک از جذابترین و یک از پرصداترین بازارهای مالی در حال حاضر که از عمرش خیلی زیاد نمیگذرد و یک ترند خیلی خوب در جامعه جهانی یا در اقتصاد جهانی شده است، بازار ارز دیجیتال و یا بازار کریپتوکارنسی هست. خب ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی بعد از سال 2020 واقعا یک ترند خیلی خوبی در دنیای اقتصادی یا در جامعه اقتصادی شدن و از این طریق سازمان های خیلی بزرگ، اشخاص خیلی زیاد وارد صنعت بازارهای مالی شده و سودها و یا ضررهای خیلی زیاد را انجام دادن. پس ما میخواییم که روی موضوع یا روی بازار ارزهای دیجیتال با هم صحبت داشته باشیم و بررسی بکنیم که ارزهای دیجیتال چی هست و چگونه میتونیم از اینا استفاده بکنیم. خب دوستان عزیز، برای از اینکه ما و شما روی ارزهای دیجیتال مسلط باشیم یا روی کریپتوکارنسی مسلط باشیم، باید این بازار را از لحاظ لغوی و از لحاظ اصطلاح، از لحاظ مفهوم و محتوا همه باید درک بکنیم. خب شاید گاهی شما شنیده باشین به نام بازار کریپتوکارنسی یا گاهی شنیده باشین به نام بازار ارز دیجیتال و همیشه گاهی که ما میخوایم وارد از این بازار شویم شما با این دو تا اصطلاح همیشه سرکار دارین، یا بازار کریپتوکارنسی میگیم یا ارز دیجیتال میگیم. خب دوستا، یک اشتباه رایج که داخل جامعه تریدری یا جامعه ارز دیجیتال، کسایی که داخل ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی فعالیت میکنه، این هست که همیشه کریپتوکارنسی یا ارزهای دیجیتال هر دو اصطلاح را به یک مفهوم می‌بینه، در حالی که این دو تا اصطلاح با هم تفاوت‌های خیلی زیادی داره. اگر بخوایم از لحاظ تخصصی بررسی بکنیم، تفاوت‌های بسیار زیاد و تفاوت‌های بسیار چشمگیر دارن. پس ما می‌خوایم که تفاوت این دو تا اصطلاح رو براتون عرض بکنم و این را یک قاعده بسازیم، یک قانون بسازیم که از کدام اصطلاح باید از این بعد ما شما استفاده بکنیم. خب دوستان عزیز، کریپتوکارنسی یا ارزهای دیجیتال، کریپتو به معنای رمزنگاری شده هست. خب به معنای چی؟ رمز نگاری شده. کارنسی که ارز میشه، پول میشه، پس کریپتوکارنسی به معنای پول رمزنگاری شده هست. خب اما ارز دیجیتال چه دوستان؟
ببین ارز دیجیتال نمیتونه کریپتوکارنسی باشه. خب کریپتوکارنسی میتونه ارز دیجیتال باشه ولی ارز دیجیتال نمیتونه کریپتوکارنسی باشه. چرا نمیتونه ارز دیجیتال کریپتوکارنسی باشه؟ خب دوستان عزیز، ارز دیجیتال به پولهای گفته میشه که با پیشرفت تکنولوژی، با پیشرفت کامپیوتر به وجود آمده. مثلا چی؟ خب مثلا ارز دیجیتال که هست متمرکز هست. خب متمرکزه یعنی چی؟ که منشأشان یک بانک هست، منشأش یک مؤسسه هست، منشأشان یک بانک دولت هست و خیلی راحت تو میتونی از این طریق به اون طریق جابجا بکنی و قابل تغییر هست و میتونی تغییرات رو بیاری. خب مثلا اگر بخوایم از کریپتوکارنسی صحبت بکنیم، نمونه بزنیم، مثال بزنیم، مثلا بی ان بی یا مثلا میزنیم ایتریوم، مثلا میزنیم بیت کوین، اینا که کریپتوکارنسی هست. اینا به شکل رمزنگاری شده که هیچ کس قابل تغییر نیست، نمیتونه این هم زیاد بکنه، نمیتونه این کم بکنه. خب اما ارز دیجیتال مثل کردیت کارت هایی که ما و شما فعلا در تلفن های خود استفاده میکنیم، در تماس های خود استفاده میکنیم، یا نقل انتقالاتی که بین از این بانک یا اون بانک، یا ویزا کارت هست یا کارت های هدیه هست، اینا کلا مربوط به ارز دیجیتال میشه. پس ما و شما توافق میکنیم، ما و شما بین قاعده ای رو میشناسیم که از این به بعد ما کلا با اصطلاح کریپتوکارنسی سر کار داریم، نه ارز دیجیتال. خب درسته فعلا اکثریت به نام ارز دیجیتال میشنه اما درستش کریپتوکارنسی است. خب دوستان عزیز، اگر ما بخوایم بازار کریپتوکارنسی یا بازار مالی کریپتوکارنسی را باید دقیق بشناسیم و بفهمیم، یاد بگیریم، باید منشه بازار رو درک بکنیم و منشه بازار رو بفهمیم که بازار از کجا شکل گرفته و چرا شکل گرفته. خب پس اگر بخوایم منشه بازار رو دقیق درک بکنیم، باید سه تا تاریخچه رو ما شما بخوانیم که اول تاریخچه پول هست، دوم تاریخچه ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی هست، سوم تاریخچه بیت کوین هست. خب دوستا، چون فضای آموزشی بازار کریپتوکارنسی هست و اگر بخوایم که حاشیه‌روی بکنیم روی موضوعات جدا از بحث کریپتوکارنسی صحبت بکنیم، شاید خیلی زمان در بر بگیره و وقت ما و شما ضایع شود. پس به همین خاطر هست که تاریخچه پول را ما واگذار میکنم برای خودتون و 100% و حتما تاریخچه پول رو بدانید، چون تا زمان که شما تاریخچه پول به شکل دقیق نفهمیدین که پول از کجا منشأ گرفته و نعشری پول چی بوده و چه مراحل سپری کرده و چه مراحل طی کرده که تا امروز ما و شما با اسکناس های روبرو هستیم، اگر تاریخچه پول نفهمیم شما قطعا ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی به شکل درست نمیفهمید. خب تاریخچه پول رو به شما میگذاریم. اگر قرار شما روی تاریخچه پول هم صحبت داشته باشیم، 3-4 تا جلسه در بر میگیره که ما نمیخوایم که وقتی شما روی موضوعات ضایع شود، چون شما میتونید با یک مطالعه ساده تاریخچه پول را درک بکنید. خب دوستان عزیز، موضوع دومی که در اسلاید میبینید تاریخچه ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی هست. دوستان خیلی کسا یا یک اشتباهی که خیلی زیاد بین تریدرها هست، بین جامعه کریپتوکارنسی رد و بدل میشه، که اینا همه میاد تاریخچه ارز دیجیتال رو بعد از بحران مالی سال 2007 شروع میکنه، در حالی که این تاریخچه کلا اشتباه هست. ما به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی منشأشان یا زمان شروعشان یا زمان تأسیسشان سال 2007 یا 2008 یا 2009 هست. خب در حالی که تاریخچه ارزهای دیجیتال از سال 1982 بودن و این ایده جریان داشتن، اما چون زمانی که اینا البته این ایده در سال 1980 و 1982 به عنوان یک ایده مطرح شدن، حتی ارزهای هم ایجاد شدن، ولی زیاد موفق نبودن و زیاد استقبال نداشتن. خب اما زمانی که در سال 2007 بحران مالی بسیار بزرگ به دنیا به وجود آمدن که بزرگترین بانک آمریکا، برادران لیمن ورشکست شدن، اعلان ورشکستی کردن و زمانی که اعلان ورشکستگی کردن، تمام مردم و یا تمام اقتصاد کشور آمریکا، نه تنها آمریکا بلکه سایر کشورها هم تأثیر پذیر از این بحران مالی شدن و همین فرصت مساعد شدن که بحث ارز دیجیتال دوباره بین جامعه اقتصاد، بین دنیای اقتصاد، بین سیستم های مالی مطرح شود. خب و این بحران مالی یک فرصت خوب و یک فرصت بسیار فوق‌العاده در دنیای اقتصاد بودن که یک صنعت جدید وارد فضای اقتصاد جامعه جهانی شدن و این فرصت و این فضا و این انقلاب باعث شدن که حال حاضر ما شما با صنعت کریپتوکارنسی بازار مالی
سر کار داریم که این مسئله مطرح شدن. پس ایران ما و شما یاد میگیریم که تاریخچه ارز دیجیتال منحصر به فرد یا از زمان در وقت از 2008 نیست، در حالی که این ایده از سال 1980 تا 1982 مطرح بودن و از استفاده کردن، حتی ارزهای دیجیتال هم ایجاد شدن. خب دوستا این بودن از تاریخچه ارزهای دیجیتال. اگر میخواین که تاریخچه ارزهای دیجیتال رو بفهمین دیگه میتونین گوگل سرچ بکنین و موضوعات و مطالب خیلی خوب رو در قسمت براتون پیدا میشه و ما مطمئن هستم که این کار را انجام میدین. خب دوستا تاریخچه سومی که ما و شما باید بخوانیم، چون این سه تا تاریخچه با هم ربط داره، ارتباط داره، تاریخچه بیت کوین هست. خب چون صنعت و یا انقلاب کریپتوکارنسی با ایجاد بیت کوین غوغا کردن، با ایجاد بیت کوین وارد فضای اقتصادی دنیا شدن و یا وارد یک انقلاب اقتصادی جدید در دنیا شدن. خب پس اگر بخوایم کریپتوکارنسی درک بکنیم باید بیت کوین را درک بکنیم. خب دوستان عزیز، بیت کوین بعد از اینکه در سال 2007 بزرگترین بانک آمریکا برادران لیمن ورشکست شدن، اعلان ورشکستی کردن، یک سازمانی یا یک شخصی یا یک توسعه دهنده یا یک بخشی از گروهی آمدن یک وایت پیپر به نام وایت پیپر بیت کوین به نشر رساندن و در این وایت پیپر آمده بودن که ما آمدیم یک سیستم پرداختی را ایجاد کردیم، یک سیستم پرداختی را قرار ایجاد بکنیم که هیچ واسطه‌ای نباشه. چون این گروه یا این شخص که به نام ساتوشی ناکاموتو بودن، معلوم نیست که آیا این ساتوشی ناکاموتو یک شخص است یا گروه است یا یک سازمان است. هنوز هیچ کس این را نمیدانند که آیا شخص است یا سازمان است یا گروه است. این آمدن وایت پیپر بیت کوین در سال 2008 به نشر رساندن. در این وایت پیپر آمدن گفتن که ما می‌خواهیم که یک سیستم مالی جدید را اندازه بکنیم که هیچ واسطه‌ای نیاز نداشته باشند. و چون در سال 2007 بحران مالی ما داشتیم، تمام بانک‌ها ورشکست شدن و این ورشکستگی بانک‌ها باعث شدن که مردم ضررهای هنگفت انجام میدن و همین دلیل بودن که آمدن وایت پیپر بیت کوین به نشر رساندن و گفتن که ما می‌خواهیم که دیگه هیچ واسطه بین مشتری و خریدار وجود نداشته باشه و تمام افراد بتونن که نقل و انتقال و تراکنش‌های پول و خرید و فروش خود را بدون واسطه انجام بده و از امنیت خیلی فوق‌العاده برخوردار باشه و تعدادش محدود باشه و ارزششون کم باشه. ای که مثلا بانک‌ها هست یا دولت‌ها هر قدر که بخواد اسکناس‌های چاپی را میتونه چاپ بکنه و هر قدر چاپ بیشتر باعث میشه که پول‌ها ارزش خود را از دست بده. و این شخص آمدن بیت کوین به عنوان یک سیستم مالی معرفی کردن که بدون واسطه شما میتونین این را خرید بکنید، فروش بکنید و تعدادش خیلی کم هست و تورم‌زا هست و همچنین از امنیت خیلی عالی و فوق‌العاده برخوردار هست. خب دوستان عزیز، بازم برایتان تذکر میدم که بیت کوین در ابتدا به عنوان یک سیستم پرداختی مستقیم معرفی شدن که تعدادشان خیلی کم بودن، مثلا 21 میلیون تا معرفی شدن روی یک سیستم غیر متمرکز به نام سیستم چی؟ بلاکچین. مثلا اگر شما قبلا می‌خواستین که پول خود را نقل و انتقال بدین، شما وابسته به چی بودین؟ وابسته به بانک. اما اگر حالا بخواید که پول خود را انتقال بدین، شما هیچ وابستگی به بانک یا مؤسسه یا یک سازمان خاص ندارین. چرا؟ چون شما از طریق کریپتوکارنسی خیلی راحت میتونین بدون واسطه دارایی خود را نقل و انتقال بدین که این نعمت بر اساس سیستم بلاکچین امکان پذیر هست. خب دوستان، در قسمت تاریخچه بیت کوین بازم برایتان تذکر میدم که بیت کوین ارز اول دنیا نیست. خب همانطور که تاریخچه کریپتوکارنسی رو گفتم که برمیگرده در سال 1980 تا 1982، بیت کوین هم اولین ارز دنیا نیست. چون بحران مالی در سال 2007 اتفاق افتادن، یک فرصت ایجاد کردن که صنعت کریپتوکارنسی وارد دنیای اقتصاد شود و از این به شکل درست یا مثلا به عنوان امروزی که ما شما ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی میشناسیم معرفی شود. خب ارزهای قبل از بیت کوین هم وجود داشتن، مثلا دیجی کش بودن، هش کش بودن که توسط وامچان و دو تا متخصصین کامپیوتر معرفی شدن، ولی چون
بیت کوین یا ناکامو ساتوشی یا اما سازمان یا شخصی، هر کسی که پشت سر از این اصطلاح هست یا استعاره هست، آمدن در یک موقع و در یک زمان بسیار خوب را به معرفی گرفتن که باعث شدن امروز اکثریت بیت کوین رو به عنوان ارز اول کریپتوکارنسی میشناسند، در حالی که این گپ کلا اشتباه هست و صحت نداره. ما ارزهای اول دیگر داشتیم به نام دی جی کش هست و همچنان هش کش هست. اینا ارزهایی بودن که قبلا از اینا استفاده میشن. شما بازم دیگه میتونید در گوگل سرچ بکنین و اطلاعات بیشتر و اضافی رو در قسمت چیکار بکنین؟ جذب بکنین. خب یاد بگیرید. دوستان عزیز، در این اسلاید میبینید که پشتوانه ارز دیجیتال کریپتوکارنسی. دوستان اینجا کلا ما ارز دیجیتال ارز دیجیتال اما شما را به عنوان کریپتوکارنسی بشنوید. پشتوانه ارز دیجیتال و همچنین چرا ارز دیجیتال ما انتخاب بکنیم، پایه‌های پولی دنیا. دوستان اینا بحثایی هست شاید در دیگه آموزش‌هایی که شما میبینید این بحثا دنبال نشود، ولی این موضوع صحبت نشود، ولی این بحثایی که ما خودم در اینجا آوردیم اینا بحث‌های حال حاضر در جامعه تریدری یا بین کسایی که در قسمت کریپتوکارنسی فعال هست و فعالیت میکنن مطرح هست. خب مثلا خیلی سوال هست که مثلا کریپتوکارنسی هیچ پشتوانه‌ای نداره و پشتوانه کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال چی هست. اگر بخوایم اینا رو بررسی بکنیم دیگه شما باید تاریخچه پول یاد بگیریم که پول تا حال حاضر چه مسیر طی کرده و چه مراحل طی کرده که ما مثلا فعلا شما باید پول دیجیتالی و یا پول رمزنگاری شده سرکار داریم. بعد شما اینجا متوجه میشین که حتی پولی که فعلا شما به عنوان اسکناس‌های چاپی استفاده می‌کنیم پشتوانه ندارد. خب پشتوانه ارزهای دیجیتال، چون گفتیم که ارزهای دیجیتال یک صنعتی یا کریپتوکارنسی یک صنعتی کاملا جدید هست و کاملا جدید هست و جوان هست، هنوز رشدی بسیار زیاد انجام نداده و در آینده میتونه که یکی از مهمترین صنعت‌های اقتصادی در دنیا باشن. پس پشتوانه ارزهای دیجیتال هر ارزی که به وجود میآید یا هر کریپتوکارنسی که به وجود میاد، توکن کوین به وجود میاد، دوستا پشتوانهشان برنامه‌ها و پروژه‌هایی که قرار است در آینده طی بکنه، قرار است در آینده پروژه و برنامه عملی بکنه، اینا بر اساس او پشتوانه‌های خود چیکار میکنه؟ موفق میشه و رسمی میکنه که در قسمت در جلسات بعدی انشاءالله روی موضوعات خیلی با هم بیشتر صحبت میکنیم. دوستان چرا ارز دیجیتال رو انتخاب بکنیم؟ دوستان ما در دنیای حال حاضر یا در اقتصاد حال حاضر ما با تکنولوژی روبرو هستیم. خب با پیشرفت کامپیوتر روبرو هستیم، با پیشرفت تکنولوژی روبرو هستیم. ما مثلا با پیشرفت با وجود آمدن هوش مصنوعی یا ای آی مواجه هستیم. ببین فعلا این پیشرفتی که در دنیا وجود داره این ایجاب میکنه که ما و شما با یک سیستم پرداختی متفاوت‌تر روبرو باشیم. ببین سیستم پرداختی بانک‌ها یا مثلا اسکناس‌های چاپی که فعلا وجود داره، ببین مشکلات‌های خیلی زیاد داره. تورم‌زا هست، دیگه ارزش خود را از دست میده، ارزششان خیلی زیاد هست، دولت هر قدر بخواد چاپ بکنه چاپ میکنه، ولی ارز دیجیتال و قسمی نیست. ارز دیجیتال تعدادش محدود است، تعداد ارزش مشخص شده است، نه از او زیاد میشه نه از او کم میشه. خب پس به همون خاطر هست که ما ارز دیجیتال را به عنوان یک آینده انتخاب میکنیم. البته ارزهای دیجیتال خیلی زیاد وجود داره خب که ما نمیتونیم روی تمام ارزهای دیجیتال رویش حساب بکنیم و اگر بخوایم که ارزهای دیجیتال را برای یک به عنوان یک پشتوانه مالی در آینده حساب بکنیم، باید ارزهای حساب مد نظر بریم یا توکن ها یا کوین هایی در نظر بگیریم که با یک پشتوانه خیلی فوق العاده با برنامه و کارکردهای خیلی خوب در مسیر خود چیکار میکنن در آینده دارن. پس ما میتونیم یه ارز دیجیتال رو انتخاب بکنیم. خب چرا ارز دیجیتال انتخاب بکنیم؟ چون ما با دنیای تکنولوژی، با پیشرفت تکنولوژی، با پیشرفت مثلا کامپیوتر، با پیشرفت هوش مصنوعی یا آی روبرو هستیم. خب پایه‌های پولی دنیا دوستا، حال حاضر اگر ما و شما بخوایم مبحث اقتصادی داشته باشیم و اقتصاد رو به شکل درست بررسی بکنیم دوستا، پایه‌های پولی دنیا واقعا متزلزل هست. خب پول‌های دنیا هر روز ارزش‌های خود را از دست می‌دن، کشورها هر روز بارکودهای اقتصادی و تورم‌های اقتصادی دست پنجه نرم می‌کنن. پس ما میتونیم ارز دیجیتال در آینده، اما در حال حاضر نه، ما در آینده میتونیم به عنوان یک
منبع خیلی خوب یا به عنوان یک پشتوانه خیلی خوبی پولی حساب بکنیم که نه تنهایی که ارزش خود را از دست میده، بلکه هر روز افزایش ارزش داشته باشه. مثلا شما فرض بکنید 10 میلیون دلار اگر شما 10 سال قبل می داشتین، به اندازه مثلا 100 میلیون دلار حال حاضر ارزش داشت، خب یا مثلا 100 میلیون دلار 100 سال قبل به اندازه 1 میلیارد دلار حال حاضر کسا ارزش داشت. چرا؟ به خاطر این مسئله گفتیم که هر روز پولهای دنیا ارزش خود را از دست میده، چه دلار باشه، چه افغانی باشه، چه کلدار باشه، چه یورو باشه، چه پوند باشه، چه فرانسه، هر چی که باشه هر روز اسکناس های چاپی توسط دولت ها کنترل میشه، توسط دولت ها چاپ میشه، اینا ارزش های خود را از دست میده. اما ارزهای دیجیتال قسمی نیست. ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی از یک منبع غیر متمرکز توزیع میشه. خب یعنی هیچ سازمان یا هیچ مؤسسه نمیتونه روی کنترل داشته باشه و اینا تعدادشان محدود هست، ارزششان محدود است. مثلا بیت کوین که هست تعدادشان مثلا 21 میلیون دلار 21 میلیون دانه هست و 21 میلیون دانه یک مدت زمان، یک بازه زمانی خاص رو داره که تا او زمان باید چیکارشون استخراج شد و همین مسئله باعث شده که امروز بیت کوین هر دانهشان نزدیک به 60,000 دلار باشه، حتی نزدیک به 74,000 دلار هم حرکت کرده. خب همین مسئله امنیتش هست، مسئله غیر متمرکز بودنش هست، مسئله عرضه‌شان هست و همین مسائل باعث شده که بیت کوین یک قیمت خیلی خوب بگیره و در کنار بیت کوین می‌بینیم که سایر توکن ها یا کوین ها یا کریپتوکارنسی های ایجاد شده مثل اتریوم هست، مثل بی ان بی هست، سولانا هست. ما خیلی زیاد داخل ارزهای دیجیتال، داخل کریپتوکارنسی ارزهای بیشتر داریم. اینا با وجود آمده و همین خاطر که هست ما میتونیم که روی اینا چیکار بکنیم، حساب بکنیم. خب دوستان عزیز، جلسه را به اینجا پایان میرسانیم. دیگه جلسات بعدی ما و شما موضوعات ما و شما تخصصی تر میشن، مهمتر میشه و روی موضوعات بیشتر با هم صحبت میکنیم. در این جلسه ما فقط یک تاریخچه از ارز دیجیتال کریپتوکارنسی گفتیم، یک تاریخچه از بیت کوین گفتیم، چرا بیت کوین ایجاد شدن و خیلی زیاد هم در رابطه با بیت کوین نخوندیم، خیلی زیاد هم در رابطه با ارز دیجیتال نخوندیم، فقط معرفی بودن. ان شاء الله در ویدیوهای قبلی آمده بسیار به شکل تخصصی و عمیق با هم صحبت می‌کنیم. بخیر و سلامت باشید.